bro, no fucking way, bro. I'm in the war zone. Haji, bro! Yo! No fucking way! الان ساعت تقریبا 2 خورده صبح بودش که یه دفعه من از 5-6 طرف پشت بوم صدای انفجار شنیدم. حالا این دودی که داریم میبینید دقیقا دودیه که امتداد داره کاملا خونه ما لرزید. با دور و در زد یه پیام داشتم خدمت آقای نتانیاهو. ببین دست در نکنه ما شب تا حالا خواب بودیم، صبح هم از خواب بیدار شدیم، هیچ متوجه نشدیم. این که گفتی مناطق مسکونی میزنی واقعا دمت گرم، دست مریضا. یه تشکر میکنم از اسرائیل.